خب حالا می‌بینیم که مثلا از سابق بالخیرات چی شد؟ یعنی او انسانی هست که در رتبه بسیار عالی و بلند قرار داره، در رتبه عالی، حتی از شبهات و مشتبهات از اینیا احتیاط میکنه. مثلا بعضی اوقات ما و شما بعضی از کسا رو میبینیم روز مثلا برنامه‌های کفری دارن در در امی میدیا. بسیاری وقتا شما ببینید کسایی هستن که کفر میگن، الله را دشنام میدن، پیغمبر را دشنام میدن، صحابه را دشنام میدن. دیدن از اینا هم گناه هست، شنیدن از اینا هم گناه هست. چرا؟ وقتی که مثلا آیات قرآن میگه که اگر یک کسایی رو شما دیدین که در دین الله و در مقدسات اسلامی اینا چی میکنن؟ اینا استهزا میکنن و توهین میکنن، شما در این مجلس نشینین. اگر شیشین شما هم مثل از اینا میباشید. از این خاطر بسیاری کسا هستن که با این تایید از اینا مثلا او را لایک میکنن و او را تایید میکنن. یک نفر الله را دشنام میده و ببینی یک از دیگه میگه من مسلمان هستم، او را لایک میکنه. او چی استاد بزرگی هستی، هیچ کس قرآن نقل نکرده بود، قرآن نقل کرد. یک آدم مثلا احمق پیدا میشه که نه علمیت داره، نه زبان عربی را میفهمه، نه از دین خبر داره، نه از احکام خبر داره، نه الفاظ میفهمه که لفظ چی معنا میده، حتی معنای لفظ نمیفهمه. حتی نمیفهمه که مثلا ملائکه اسمتشان ده چی است. میخیزه فکر میکنه ملائکه مثل انسان آوارست و بالاخره میخیزه مثلا گپای بیهوده میزنه و بازی را گوش میگیره. این حال انسانی که ایمان عالی قوی داره، حتی امیر شنیدنشه. مثلا بعضی اوقات ما که یگان عنوان میبینم که یک کسی یک عنوان نوشته کرده در اون بی‌ادبی هست، یک قسم جرأت نمیکنم که امیر باز بکنم. حتی بعضی اوقات بعضی دوستان میگن امیر شما ببینین تحقیق بکنین دربارش جوابش بگوین. آخه من میگم برادر عزیز، حالا امیر جوابش ما چی بگویم که تو شلاستی که جواب ازیره بگو. حالا تو خو امی اندک ایمانو که داشته باشی میفهمی که این انسانه که قرآن دشنام میته، الله را دشنام میته، کافر است دیگه. حالا دیگه برای از چی بگویی دیگه؟ باز برای از بگویی که نه کافر نشو. خودش اختیار کرده و خودش حتی قرآن شریف میگیره پیش روی خود میمانه و سر قرآن عظیمشان غلط ترجمه میکنه و میخواد دیگران را هم به کفر خود دعوت بکنه. دیدن این برنامه هم چی هست؟ این ناروا هست. از این خاطر انسانهایی که سابقون بالخیرات هستن، حتی از این مسائلی که در اونجا بسیار مثلا شبهات است، شک است، چیزهای بیهوده هست، از او اجتناب میکنن. قسم دوم کسایی هستن که اونا مقتصد گفته میشن. مقتصد در آیت قرآن چی میگه؟ میگه مقتصد کسی است که متوسط است، یعنی واجبات رو انجام میده و از حرام ها خود نگاه میکنه و لم یحافظ علی المسنونات، اما سنت ها را مراعات نمیکنه. سنت خان دلش شد میخونه، دلش نشد نمیخونه. این چی میگن؟ این مقتصد میگن. ولا تورع عن المکروهات، از مکروهات هم خود اجتناب نمیکنه. اینی که از این وسط است ایمانش، یعنی ایمانش وسطی هست. ممکن است اینمی انسان به خاطر اینمی بی‌تفاوتی های خود برای چند وقت عذاب شود، در دوزخ بره و مبتلا به گناه ها شود. از این خاطر انسان متوسط است و این باید احتیاط بکنه که انسان خود از این وسطیت بکشه، بلکه مرحله عالی را اختیار بکنه. و قسم سومش الظالم لنفسه که میگن هو المفرط فی بعض الواجبات والمرتكب لبعض المحرمات والمعاصی التي لا تصل الى الكفر. یعنی او کسی است که ظالم بر نفس خود است. او کی است که بعضی از واجبات انجام میده، بعضی اوقات نماز میخونه، بعضی از نماز میخونه، مثلا روزه میگیره، ولی بعضی محرمات هم و بعضی از معصیت هایی را انجام میده که به مرحله کفری نمیرسانه. مثلا گناه میکنه یا ایره به شرک اکبر نمیرسانه. پس از این خاطر صحابی جلیل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ میگه السابق بالخیرات یدخل الجنه بغیر حساب. سبحان الله. میگه کسی که سابق به خیرات هست، یعنی عقیده توحیدی بسیار خوب داره، اول عقیده خدا جور میکنه، خدا از شرکیات نگاه میکنه، از اعمال فرایض و واجبات و سنت ها و مستحبات انجام میده، از گناه کبیره، گناه صغیره، از مکروهات، از مکروه تنزیهی و از مکروه تحریمی و از این چیزها خود حفظ میکنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که این انسانی که به این مرحله است، سابق بالخیرات است، این بدون حساب انشاءالله داخل جنت میشه.
این عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسری هست که رسول الله صلی الله علیه و آله برای چی کرده؟ دعا کرده که اللهم فقهه فی الدین. تفقه در دین چی است؟ یعنی فهم درست قرآن عظیم شان که برای عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما داده شده است. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه والمقتصد یدخل الجنه برحمت الله. اما مقتصد کسی که متوسط است این جنت داخل میشه، لکن اگه الله سرش رحم کرد، یعنی گناه های کبیره که کرده و در مقابل ازیر در دوزخ نبرد، الله سرش رحم کرد و بخشیدشه، باز ای داخل جنت میشه. و الظالم لنفسه و اصحاب الاعراف یدخلون الجنت بشفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. اما این طایفه سیومی که ظالم لنفسش است و اصحاب اعراف هستند، اینا چی هستند؟ اینا باز در جنت داخل میشن، لکن به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله مثلا در چندین حالت شفاعت میکنن. بعضی اوقات کسایی هستن که در دوزخ رفتن به خاطر گناههای خود، به خاطر اشتباهات خود، و رسول الله صلی الله علیه و شفاعت میکنه که همین مؤمنینی که در دوزخ هستن از دوزخ به لطف و کرم و به احسان الله سبحانه و تعالی خارج شوند. پس اینجا مرتبه ایمان ما و شما گفتیم که یکی مرتبه عالی ایمان هست، یکی مرتبه وسط ایمان است و یکی مرتبه چی هست؟ مرتبه امو پایان ایمان هست. و این به اساس چی می باشه؟ به خاطر از اینکه ایمان زیادت و نقصان می داشته باشه. مثلا اصل ایمان چی هست؟ اصل ایمانی است که وقتی یک نفر کلمه میخوانه و امی اساسات ایمان اثر خود تطبیق میکنه، این ما به نام مسلمان میگیم. لکن اینمی مؤمن هست، این کافر نمیگیم. لکن بر از اصطلاحات دیگه هست که مگر اگر یک گناه را یک مرتبه انجام میده، این فاسق گفته میشه. اگر گناه را دوامدار یک گناه را میکنه، اینمی باز فاجر میشه. پس این انسان این را عاصی میگن یا فاسق میگن یا فاجر میگن، یا کسی که مثلا ناقص الایمان ایره میگن که ایمانش ناقص هست، یعنی کامل نیست. اما مؤمن گفته میشه. و مرحله دیگه که مثلا او عالی تر است و خوبتر است، او چی است؟ او کسی که ایمان واجبات و انجام میده و از گناه های کبیره و منکرات انجام خدا حفظ میکنه به اندازه استطاعتش. ولکن چی است؟ اگر از صغایر هم خدا حفظ بکنه و در مستحبات هم باشه، بازی به مرحله عالی، مثلا به مرحله متوسط است که به خاطر ازی که بعضی چیزا رو انجام میده و بعضی از پیشش ترک میشه. مثلا اگر فرض انجام داد سنت رو ترک میکنه، اگر یک واجب انجام داد واجب دیگر رو ترک میکنه. این ایمان متوسط است. و اما مرحله عالیش که گفتیم او چی است؟ مرتبه احسان و عالی هست که او تمام امو صفات عالی ایمانی را این انسان می داشته باشه. خب این را علما میگن که این به اساس چی است؟ میگن به خاطر از اینکه ایمان زیادت و نقصان داره. بعضی اوقات ایمان زیاد میشه و بعضی اوقات هم ایمان ناقص میشه. چی است؟ مثلا چی دلیل داره؟ میگه اول در قرآن عظیم شان آیات قرآن است، میگه و یزداد الذین آمنوا ایمانا و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنای حقیقی صفتشون چی است؟ وقتی که آیات قرآن بر از اینا گفته میشه، ایمان از اینا زیاد شده میره. به خاطر چی؟ اینجا منظور از زیادت ایمان یعنی عملشان زیاد میشه. و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است: من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. اینجا کمال ایمان است. متوجه هستین؟ وقتی میگیم نقصان ایمان، به این معنی نه که ایمانش از بین رفت. اینجا نقصان در مقابل کمال است. بعضی کسایی را مثلا از پیششان اشتباه میشه. یکی نقصان ایمان است که ایمان ناقص میشه، یکی نقص ایمان است که ایمان کاملا از بین میره. این حالا یکی کمال ایمان است که ایمان کامل هست. پس ایمان کامل کدام یکی هست و ایمان ناقص کدام یکی هست و ایمانی که نقص شده شکسته هست کدام یکی هست؟ این باید این سری مسئله باید خوب انسان ایره بفهمه. اگر نفهمه برش مشکل ایجاد میشه. این حاله مثلا در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من رأى منکم منکرا. سعی کنید اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان درجاتش بیان میکنن. در مقابل منکرات، شما یک منکر دیدین، یک کار خراب دیدین، یک زشتی را دیدین. مثلا دیدین یک نفر در روی سرک افتاده هست و نزدیک است، مثلا بسیار سخت مریض است، موتر او را زدن. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت از چی میگه؟ من رأى منکم منکرا. اینجا یک منکر است، این نفر نزدیک است که بمره.
من را منکم فلیغیره بیده، این با دست خود چی میکنه؟ تغییر میده. فورا این میگیره و در موتر خود بالا میکنه و میبره شفخانه و پشت از این هم نمیگرده که مثلا همین نفر نجات میده جانشه، پشت از این نمیگرده که باز پسان مثلا مرا پلیس پرسان میکنه و باز بر ما سوال میشه و چطور میشه. خب میگه من به توکل به الله این کار میکنم و این ایمان بسیار عالی قوی هست. من را منکم منکرا فلیغیره بیده. یک وقت یک شخص بود برای من زنگ زد، گفت استاد شما می درسی که دادین این سر خانم ما بسیار تاثیر کرده. گفتم چی تاثیر کرده؟ گفت والا من یک تلویزیونک داشتم و واسه همین تلویزیونک که میگیریم یگان خواندن سیل میکردیم، یگان رقص سیل میکردیم، یگان فیلم سیل میکردیم. همین خانم ما که امروز که درسا را دیده ایمانش قوی شده، همین تلویزیون گرفته سر از منزل سوم پایان انداخته دکت کش کرده. ما گفتم خی همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که من را منکم منکرا فلیغیره بیده. پس این تغییر بده با دستش. یک خانم از بیاد ما از بعضی خانم‌ها وقتی که ایمان خوب بفهمن اینقدر باز قوی میشن که امو ایمانشون به درجه عالی میرسه که عمل میکنه. من یادم یکی از خانم‌ها الله مغفرتش بکنه، الله بالایش رحمت بکنه و در جنت جایش بگردانه، شوهر از این مرغای چیز میآورد. وقتی کمونستا از بلغاریا مرغا میآمد دور منام اما توهین و تحقیر میکردن اصطلاحات اسلامی را، حتی نام از مرغا را یک قسم نامای غلط مانده بودن. خب به هر صورت همون مرغای مرداری که از بلغاریا میامد و بلغاریا یک کشور کمونیستی بود و اونجا گوشتم که اونا میکشتن کلش حرام بود و کلگی میفهمیدن که این گوشت حرام است. خب یک تعداد ضعیف لیمونایی را میخوردن. امی شوهرش چی کرده بود؟ یک دانه مرغ آورده بود و بر دختر خود داده بود که امیره بچیم بگی پخته کو. این خانمش خب من میره بچهش بخواد، خب من خودم دیدم این خانمش دید که این دیگه این بردکه به دیگه راه حل نداره، دیگه قسم نمیشه. همین دیگه بخاره کتونه مرغ در خانه وقت در بلندی بود، در بلندی در قولی رو انداخت و کت گوشت موشش همون گوشت هر طرف توته شده، در سر دیگه بخارم واز شد. بالاخره دیگه اون مردکه رو گفت اگه دیگه بیاری دیگه راه نداره. دو دفعه گفتم، سه دفعه گفتم که مرغای حرام نبر، چرا که یک انسان که یک لقمه حرام میخوره 40 روز عبادت از این خراب میشه، 40 روز عبادتش نمیشه. تو ما عبادت ما رو خراب میکنی. دیگه قسم نشد، گفت ما مجبوریم دیگه کردیم خرما و کچالو کرد کل چیزاش این روز انداخت. الله اینا مغفرت بکنه، شوهرش هم مغفرت بکنه و ایران مغفرت بکنه. یعنی قوت ایمان است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی از شما وقتی که یک منکر میبینن، یک عمل زشت میبینه، او رو باید با دست خود تغییر بده. من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه. اینا دیگه است که با دست خود تغییر داد. چند درجه شد ایمانش؟ 100%. من را منکم منکرا فلیغیره بیده، با دست خود تغییر داد. این چی شد؟ 100% شد. عمر رضی الله عنه مجرده که یک منکر میدید فورا میامد یک فرمان نوشته میکرد، یا با دست است فرمان نوشته میکرد که سر از صبح من اینی کار در اینجا نبینم، این امضا میکرد. پس این هم چی است؟ این هم یک منکر میتونه یک آدمی که صاحب قدرت است با یک امضای خود با دست میشه، با دست میشه. مثلا من را منکم منکرا فلیغیره بیده. یک فقیر میبین با دستتان مثلا چو استاده دست افتاده گیر، دست تمیتی و او را میگیری. یک کس را میبینی، یک بسیار یک آدم از ضعیف است، مثلا یک بار میبره شما او را با دستان من را منکم منکرا فلیغیره بیده. در یک جای هست مثلا قانون کفر تطبیق میشد، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه، مسلمان ها، تابعین، تبع تابعین، اونا میخواستن حتی با صلاح در مقابل از استاد میشدن و جهاد میکردن. من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه. اگر باز یک کسی مثلا یک منکر میبینه و توانایی نداره که با دست خود رو تغییر بده، پس چی میکنه؟ فبلسانه، به زبان خود برش میگه که این کار غلط است، این کارهای خراب نکو، کار ناروا نکو، مثلا اینی نادرست است، اینی ناروا هست، اینی حرام است، اینی ناجایز است، از الله بترس، اتق الله برش بیان میکنه. و ما خب من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبقلبه. اما یک کسی یک گناه را میبینه، مثلا شما در یک مجلس رقص میبینین، در یک مجلس اختلاط میبینین، در یک مجلس میبینین که زنای مسلمان با مردهای مسلمان اختلاط دارن، ناروا هست، یا این تغییر میتین با دست نمیتونین. مثلا داماد هست میگه من هیچ عروسی خود اینمی ساز نمیمونم، خط بزن از این چیز، از این لست خط بزنین، اینمی ساز و رقص گپارم.
این حال ای با دست خود تغییر میده. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر شما نتونستین به زبانتان بر دوستایتان بگین که شما وقتی که موسیقی را میشنوین، در یک موسیقی یک گناه 30 دانه گناه هست، با دیدن از یا اشتراک کردن در این مجالس با این اختلاط با این فلان و فلان فلان. این حال فإن لم یستطع فبلسانه. فإن لم یستطع، در رسول الله میگه که به دست خود نتونست، حالا به زبان هم نمیتونه گفتن، به قلبی، در قلب خود بد میبینه که یا الله چه قسم مردم هستن، یا در چه عذاب الله گرفتار هستن، قلبا از این متنفر است و قلبا احساس خستگی میکنه. باز رسول الله هم چی میگه؟ و ذلك اضعف الایمان، این امو پایین ترین درجه ایمان است. یعنی یکی ایمان 100% است که با 100% چه قسم ایمان است؟ من را آمن که منکرم فلیغیره بیده، با دست خود تغییر میده، ایمانش 100% است. 50% از کی است؟ فبلسانه، که وقتی میاره میبینه به زبان خود گفته میره برای مردم که اینی حق است، اینی نادرست است، اینی خوب است، اینی غلط است، اینی کارا بکن، اینی نکن. و کسی دیگه است که مثلا ایمانش 10% 5% است. ببینید یکی هست که مرتکب گناه را میبینه و او را چی میکنه؟ در قلب خود بد میبینه. این حال تصور بکنین این ایمانش چی است؟ و ذالک اضعف الایمان. حدیث صحیح مسلم است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که این ضعیفترین درجه از چی است؟ از ایمان است، اضعف الایمان است. خب وقتی که اضعف الایمان شد، به این معنی که این حال اگر کس خودش زمینه را آماده میکنه و خودش در اشتراک میکنه، بازی از اضعف الایمان هم که پایین تر آمده، بیخی ایمانش تحت صفر شده و در خطر چی است؟ در خطر کفر است که بازیگر روز دشمنای اسلام باز اساس باز برای تبلیغ میکنن که این کسایی که گپاره میزنن افراطی هستن و این کسایی که گپاره میزنن اینا تندرو هستن و چطور هستن چنان است. بالاخره باز اسلام هم تندروی میگه و تطبیق دین هم افراط میگه و حجاب هم افراط میگه و این کلری و کسی که مثلا نماز میخونه او رو هم افراطی میگن. این چی هستن؟ اینجا هست که انسان باز در نواقص خطرناک و بالاخره الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ای مؤمنا، که برای مؤمنا میگه یا ایها الذین آمنوا، برای مؤمنا میگه ادخلوا فی السلم کافه. تو وقتی که مؤمن است در اسلام مکمل داخل شو تا که رتبه عالی، مرتبه عالی ایمانی داشته باشیم. و ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام‌های شیطان پیروی نکنید. شیطان اول از گناه صغیره شروع میکنه، بالاخره به گناه‌های کبیره، بالاخره به ریشخند زدن در اسلام که سبب کفر میشه. حالا بسیاری کسا امروز باور بکنین، اگر حساب بکنین اهمیال مثلا 10 میلیون انسان به خاطر ریشخند زدن سر اسلام و سر احکام اسلامی و سر حجاب و سر جهاد این کافر شدن نمیفهمن. مثلا یک چیز الله میگه فضل الله المجاهدین، الله مجاهدین فضیلت دادن، کسایی که به خاطر اعلای کلمه لا اله الا الله جهاد میکنن الله او را فضیلت داده و رتبه بسیار عالی برش داده. این در مقابل ضد سخن کلام الله چی میگه؟ میگه نه این چی است؟ این تروریسم است. یعنی الله میگه فضیلت است، این میگه تروریسم است. الله میگه حجاب بکنین، الله میگه این حجاب که هست یا ایها النبی قل بازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، برای زنها، برای خانم‌های، برای دخترای، برای زنهای مسلمان بگو که اینا حجاب داشته باشن. این چی میگه؟ میگه این افراطیت است. پس حکم الله را یا تمسخر میکنه، بالای وضو تمسخر میکنه، بالای نماز تمسخر میکنه، بالای حج تمسخر میکنه، رفتن به حج تمسخر میکنه و بسیاری مسائل است. حتی از بسیاری مسائل که در اسلام گفته میشه او را سرش مسخرگی میکنه و کافر میشه. میشه آدم مثلا درباره استهزاء یک درس داشته باشه و مثالهای زیر بیان بکنه. خلاصه یکی عالی ترین رتبه چی هست؟ ایمان هست. یکی متوسط است که اونا مقتصد هستن و عالی ترینش سابق بالخیرات است و کسی که مثلا متوسط است اونا کسایی که مقتصد گفته میشن و کسای دیگه که ظالم لنفسه هستن که بالای نفس خود ظلم کرده. اینها در جمله نواقص ایمان هستن که ایمان ناقص میکنه لکن انسان از دایره ایمان نمیکشه. و ما شما اگر شد انشاءالله در درس بعدی خود درباره نواقص ایمان و نواقض ایمان بحث خود داشتیم. اگر شما رضایت داشتین انشاءالله با سر بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.